احیاء فاطمیه از ضروریات وظایف ماست و به نوعی میتونیم عرض بکنیم که یک تکلیف الزامی است و اعراض از انجام این تکلیف چنانچه مستلزم وهن مقام صدیقه طاهره سلام الله علیها بشود و یا باعث بشه که یه عده‌ای همینجور در غفلت و ناآگاهی بمانند، این میشه عمل محرم. بنابراین به نظر میاد که عظمت حضرت صدیقه سلام الله علیها که بسیاری از فضائل و مکارم این حضرت است که در واقع آگاهی به سلوک اون حضرت، شخصیت اون حضرت، اون چرا که خدای متعال به اون حضرت عنایت کرده به طور ویژه که لو کان الحسن شخصا لکان فاطمه، اگه قرار بود که همه خوبی های عالم تمثل پیدا کند و تشخص پیدا کند، اون مثال و اون شخص نبود جز حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. و همه اصرار ما همین است که این مجالس و محافل اقامه بشه. حالا امسال با توجه به شرایط ویژه‌ای که هست انشاءالله با رعایت اون اصول و قواعد مجالس اقامه شود و هرگز هم به این بهانه ها مجالس تعطیل نشه و مؤمنین هم انشاءالله مخصوصا ارادتمندان، مشتاقان، جوانها، آیون و علما، ذاکرین و مادحین در اقامه پرشور مجالس انشاءالله اهتمام جدی داشته باشند. زیر باران محن مادر شعله زد بر قلب من، مادر بخچه پر از کفن، مادر